ده تن از علمای دینی افغانستان کشته شدن فرخنده را یک جنایت نابخشودنی خوانده گفتند که حکومت باید از عاملین این رویداد به طور جدی تحقیق کند. آنان تاکید دارند که فرخنده به امر علمای دین نه بلکه از سوی مردان خشمگین و جاهل به قتل رسیده است. با آنکه این علمای دین بر بررسی جدی این رویداد تاکید می کنند، اما می گویند که پلیس برای نجات این دختر به موقع عمل نکرده است. مولوی عبدالصبور حقانی رئیس شورای علمی علمای افغانستان روز پنجشنبه در این گرد همایی در مورد گفت: شهید فرخنده بیبی قتل محکوم او غیر اسلامی اقدام کړ او دا قتل د علماء فتوا باندې نه شوی بلکې دا قتل د مجاورانو او د ملنګانو او د تعویض نویسانو په هاها او تهمت باندې دا کار شوی دی او وزیر داخله نه دا غوښتنه کوم چې هغه فوراً د وزارت نه استعفا وکړي. دا غي وجه دا ده چې دا ښځه د پولیسو په مخ کې قتل شوی او پولیسو د هغې نه دفاع نه ده کړې. آقای حقانی همچنان گفت که علمای دین نباید در ارتباط به این قضیه تحقیر شوند. فرخنده 27 ساله که باشنده اصلی ولایت کاپیسا بود، پنجشنبه گذشته در ساحه مسجد شاهد و شمشیره شهر کابل به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم نخست از سوی مردان خشمگین با لط و کوب کشته و پس از آن جسدش آتش زده شد. با آنکه وزارت داخله افغانستان در مورد اظهارات اخیر علمای دین ابراز نظر نکرده، اما غفلت پلیس را برای جلوگیری از این رویداد پذیرفتند. ده‌ها عالم دین و صدها مردم عام به خاطر حمایت از علمای دینی در منطقه روبروی مسجد شاهد و شمشیره گرد هم آمدند. مردمان تأکید می‌کنند که نباید از اسلام سوء استفاده شود. عالمان دین در صحبت‌هایشان کشته شدن فرخنده را تقبیح کردند و از حکومت خواستند که به خاطر پیگیری این قضیه تلاش‌های جدی را به خرج دهد.